السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیاری برادرها سراغ کرده بودن داروها برای یعنی فربشیدن و خراب شدن و طرز استعمال کردنشان. از همه بهترین داروها هسته یعنی سمیوان رید. میتونین که انشاءالله برای کسانی که خرابن کورسش یعنی 3 دانه خیلیه پیش بابریم طعام خوردن یک کپسوله سحر و بعد عبید مثال سحر پیش طعام خوردن و میشه که بگاه هم بخره و میشه که یعنی همون لحظه زمانی که طعام خوردنی یعنی بعد از عبید یا اینکه بعد از عبید یا اینکه بلیش کویت رو همون حالته و این گونه یعنی کورسش 3 دانه یعنی 20 کپسوله داره 10 روز میرسانه یعنی یک مو استعمال میکردی دم میگیری با اگر فارد که با ویس نبرد کنی تخمینا ما خودمون استعمال کرده بودیم زمانی که خراب بودیم استعمال کرده گیم از 7 کیلو تا 14 کیلو رو میته بعد 3 کیلو 4 کیلو 2 کیلو خراب میشه. هر انسان هر خیلی بعضیش خراب میشون بعضیش یعنی همون وزن میستن. خب و همچنین دارو برای خراب کردن فاتزورب یعنی سونامید для похудения هستن. از زمین ها خودم استعمال کرده گیم یعنی در مدت الله اعلم 13 یا 12 روز 10 کیلو خراب شده گیم. از زمین ها وقتی که فربه بودم پیش رمضان استعمال بکنم 114 کیلو بودم تا 100 یعنی 1 کیلو را فرماده بودم مثلا ویس بازی میکرد. خلاص گفت که تخمینا 10 کیلو خراب شده بودم از زمین با هسته لپخودین سونامید یعنی از این چیزی که خودمون استعمال کرده گیم همین چیزها رو برای شما توصیه میدهیم. و همچنین یعنی داروهای بهترین در ما بسیار داروها وجود داره میتونین که زنگ بزنین چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که یعنی حبت سودا یعنی روغن سیادانه با تمام بیمارها را شفا های بجز مرگ. یعنی هر بیماری دارین میتونین که بخرین میتونین که بشکین یعنی گریپاک دارین یعنی که اگونجا در میکنه اگونجا تون لد خوردگی میتونین که از همونو بشکین. و همچنین در حدیث آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است که یعنی ایده چیزی است که در اونها شما شفا میان یکمش که حجامه دیمش قیس الهند یعنی میتونین که انشاءالله خریداری کنین هسته در ما هم کپسولش یعنی پراشاکش هم مسلش هسته و هم پراشاک خودش هسته یعنی پراشاک توزه سورت یکمش و هم هسته پراشاک در کپسول کرده گیان در تبلیت که و هم هسته روغانش در تبلیت که کپسول کرده گیان. و پلما و پلچه یکی از بهترین داروهای برای کسانی که چند نمودش هست برای کسانی که پرستاتیتش خنکی داره و یعنی آی مردینگی سسته برای یعنی دولگه ایگرایش نیسته برای اونها فایده خوب داره. و هسته خیلتید عربسکی برای بیسپلودی هم فایده داره برای پرستاتیت هم برای زرینی هم چند نمود خیلتیدش هسته یعنی میتونین که انشاءالله که بر رقم هایی که در روی اکران میبینین یا که در اپیسانی میتونین که زنگ بزنین. دارو در ما یعنی بسیار وجود داره. قرآن های بروچکه هستن قرآن های عادی هستن و داروی برای عصب برای نروی برای ژلودکه برای پامیت خوب کردن улучшение پامیت لزرینی امیگا 3 امیگا 3 هسته میتونین که انشاءالله زنگ بزنین برای دارو در خدمت هستن. باقی در امان الله باشین از دعای صالحتان فراموش مکنین. في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.